أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله
إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير
ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به تمام عزیزانی که همراه ما در بخش مستقیم سوال و جواب هستید، به قدر توان مثل همیشه سوال هایی که در چت یوتیوب در زیر نوشتید انشاءالله در پاسخ دادن خواهم بود و سوال هایی که خیلی زیاد ما پیشتر هم جواب دادیم یا سوال هایی که دیگر نیاز به پاسخ ندارند، جوابشان در داخلشان هست، به آنها پاسخ گفته نمی شود. فقط سوال هایی که در حقیقت نیازی تماشابین یا عزیزان شما به آن سوال جوابش نیاز دارید، به آنها جواب خواهیم گفت باذن الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سوال یکم: سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاذه، در وقت حیض قرآن گوش میکنم. اگر سوره که در آن سجده لازم است ریاض نوشته هستند شاید گذرد، سجده تلاوت کرده می شود یا نه؟ در وقت حیض اگر قرآن گوش کردید انشاءالله باکی ندارد باذن الله، یکم باکی ندارد. فقط سجده که در آیت ها خوانده یا تلاوت می شود بعد از پاک شدن آن سجده رو انجام میدید، برای آنکه سجده تلاوت این یک عبادت است و در نزد جمهور علما همان گونه که به نماز شما باید ستر عورت داشته باشید، رو به سوی قبله سجده کنید و طهارت داشته باشید، این شرط ها بودنش حتمی است. برای همین اگر چی گوش کردید آن سجده را بعد از پاک شدن به اذن الله انجام میدهید. سوال دیگر: می شود از پول کودکا که دولت میتید حج کنیم؟ خداوند از شما راضی باشد. از همه شما هم دولت اگر برای عائله پول میدهد که برای کمبودی هایتان انجام دهید، شما حق دارید به آن حج کنید، حق دارید به یگان کارهای دیگری خود صرف کنید، اما آن پول با نام فرزندتان باشد که برای آینده تحصیلات او یا خود شخصا به فرزند داده شده باشد، آن امانت فرزند است. شما می توانید حج کنید و باز به جایش آن را بمانید، برای آنکه مالک آن پول مالک اصلیش فرزند می باشد و فرزند تا زمانی که به بلاغت نمی رسد پول او در دست پدر و مادر، اگر هدیه یا میراث از کسی باشد در دست پدر و مادر امانت می ایستد. به هر کجا خواستید مادامی که پول به نام فرزند است آن را خرج کرده نمی توانید. سوال دیگر: نماز خفتن می خوانیم، ویتر رو هم می خوانیم یا نماز تهجد که خواندیم بعد ویتر واجبه می خوانیم؟ التماس جواب دهید. وقتی که شما یقین دارید که به ویتر بیدار می شوید خوابتان برده نمی ماند، بهترینش این است که یا سنت این است که آخران نماز شما ویتر باشد که پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز شب را می خواندند و آخرین نمازشان این ویتر بود. اما
حدیث ابو هریره هست که از اینکه بعضا ابو هریره به نماز شب مشغول میشدند و شاید ویتر دیر میشد، میگویند پیامبر به من وصیت کردند که ویتر رو نخوانده خوب نکنم. پس هر کسی که شبهه دارد که من شاید به ویتر بیدار نمیشوم، ویترتون رو خوانده خوب کنید. وقتی که بیدار میشوید شما فقط تهجد میخوانید. اما گفتید نه الحمدلله نماز تهجد برای من عادتی شده است، من هر شب آن را به این انقطاع میخوانم. در این وقت بهترین این است که آخر نماز ویتر باشد. کودک من کسلی آب سرش زیاد است. 3 ماه پس فهمیدم که اکل‌های مینویستگیش در ترکیبشان چیزهای حیوانات هم داشته است، از جمله مغز سری خوب بوده است. ممکن است ما همین اکل‌ها را استفاده بریم. در شریعت هر چیزی که به ضرورت میبرد اگرچه حرام باشد هم حلال می شود. و من یضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه میگوید الله. وقتی که شما مجبور شدید، وقتی که از حد نگذراندید و دیگر زیاده روی نکردید، برای شما گناه نیست، مادامی که بیماری فرزندتان پروردگار تمام فرزندان برادر و خواهران مسلمان را خودش شفا دهد. وقتی که بیماری فرزندتان خیلی جدی هست و به این اکل و دارو دیگر چاره نیست، در اینجا شما در حکم ضرورت هستید و در ضرورت حتی از گوشت و استخوان یا از معینه سری خوک باشد هم حلال می شود. اما گفتید نه اینقدر ضرور نیست، به جای این دیگر داروها هم می توانم استفاده کنم. البته در اینجا تقوا کنید. سوال: اگر رفتن زن به محرم به حج فرضی رو گفتید، آیا به حج عمره به محرم رود می شود یا نه؟ حج فرضی به محرم به شرطی که با جماعت زنها می رود. زنک با یک جماعت می رود که رفقه آمینه می گویند. در نزد جمهور علما جایز است. در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه به شرط جایز است که راه از 3 روز دراز نباشد. اما عمره اختلافی است، برای اینکه عمره آیا فرض است یا نه بین علما اختلاف است. بعضی از علما از جمله امام شافعی و امام مالک اجازه میدن که حتی به عمره هم باز به همون شرط، به شرطی که همراهان صالح دارد و در راه به یگان خطر روبرو نمی شود، زنک رفته می تواند، چگونه که همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از مرگ پیامبر همراهی حضرت عبدالرحمن ابن عوف و عثمان ابن عفان در زمان خلافت حضرت عمر به حج رفته بودند. البته آن حج اولینشان نبود، آن حج نافله بود. سوال دیگر: پریویفکا به کودکان از جهت دین چی گفته شده است؟ در زمان پیامبر امگذرانی نبود یا همون پریویفکا امگذرانی در زمان پیامبر نبود و برای این فقط علمای معاصر و ما جوابشان را میکابه. اگر در حقیقت پیش راه بیماری ها را گیرد از باب سد ذرائع یا که پیشگیری بیماری ها بعضی ها اجازه میدهند، اما یعنی نمیدونم همچون مادر فقط من یا شما که فقط از گرفتن همون امگذرانی من شخصا ضررش رو میبینم و تا هنوز فایدهش رو ندیدم. برای همین من خودم شخصا همچون مادر اگر ضرورت نباشد نمیگیرم. لیکن اسلام به این چیز مادامی که فایده دارد و در حقیقت پیش راه بعضی کسلی های جدی رو میگیرد اجازه میدهد از باب سد ذرائع. سوال دیگر: اگر زن از شوهرش جدا شود، آیا خوشدامنش، ابوسنها، قین سینگل برای این زن حال و هم خش باقی میمانند؟ یعنی علاقه رو باید نکنیم، صله رحم هستند. خش و تبار شوهر صله رحم شما نیستند، علل خصوص بعد از طلاق. پیش از طلاق هم صله رحم شما نیستند و آنها سببی صله رحم فرزندان شما هستند. برای همین زنهایی که با خش و تبار شوهر معاملتان بده است سببی کنده کردن خیش و تباری فرزندتان با عمه و عمکی و اینها می شود. اما بعد از طلاق شما با آنها صله رحم نیستید. ولیکن یک مشکلی خیلی بزرگ داریم ما در عرف تاجیکستان. وقتی که یک زن از شوهرش طلاق گرفت، این دو عائله دیگر با هم نیمه سوید می شوند. دو عائله، دو گروهی که و گفتی خودمون کرد رو یابن یکدیگر رو نمیابن، یکدیگر رو یابن کرد رو نمیابن. تمامی بلاهای دنیا رو به هم دیگر میفرستانند و هزار یک دعای بد و تقریبا کجای رفتن از همون عائله جدا شده خود گم میزنند، گویا که با همین دنیای آنها تمام شد، که در حقیقت خیلی کاری پستی هست، غیبت است، تهمت است. الله درباره طلاق وقتی گم میزنه در دوامش میگه ولا تنسوا الفضل بینکم ببخشید و اون خوبی هایی که بینتون بود اون رو فراموش نکنید.
یعنی بعد از طلاق گرفتن اینقدر به همدیگر ضرر نرسانید، اینقدر گوشت همدیگر رو نخورید که کاش ما از الله میترسیدیم و طلاق رو همچون تقدیر قبول میکردیم و پس از طلاق با اون عائله دوستی نکنیم، هم حداقل دشمنی نمیکردیم، حداقل نام اون عائله رو در همه جا سیاه نمیکردیم که خیلی گفتم این مشکلی در تقریبا حتی تمام خانواده ها وجود دارد. سوال دیگر، بسم الله. اگر من به فرزند شوهرم قطع رابطه کنم، صله رحم رو قطع کرده حساب می شوم. من 18 سال تربیت کردم، کلان کردم، بعد به وی رسیدن بسیار ناحرمتی می کنم. یک دختر و 2 پسر. وقتی که اونها به شما ناحرمتی میکنن، این مسئله رو کاش یعنی وسیع کرده در اکنون که همچون مادر هستید شما برای آنها در دایره عائله این مسئله رو به میان میگذاشتید، خصوصا اگر شوهرتان زنده باشند در نزد فرزندو برایشان میگفتید که من برای شما چی کردم، چی مشکلی کردم که با من این گونه هستید. یعنی این مسئله رو فقط من قطع رابطه کنم که حل نمیشه، چون که شما با فرزندانی که همچون مادر الکی هستید قطع رابطه میکنید، با پدرشان هم اونجا مشکلی میشود. خیلی زیاد هستند، خیلی گفتم مادرانی که سبب قطع رابطه پدر با فرزند، فرزند با عمه و با عمکی، یا پدرهایی هم که سبب قطع رابطه فرزندشون با خاله و تقایش می شود. این مسئله رو با قطع رابطه کردن به فکرم حل کرده نمی شود، بهترش به میان گذارید و یا اینکه گفتید نه علاج ندارد، هرچی می توانید خود را دور گیرید، یعنی اینقدر با آنها آمیخته نشوید اما قهری نشوید. دنیای دو روزه ارزش قهری شدن و انتقام گرفتن و قطع رابطه رو ندارد. من یقین دارم که یکی از همون فرزندان شوهرتون اگر بلای بالای سرش آمد، یکم شما درد میکشید، یکم شما اذیت میشوید. برای همین این مسئله رو وسیع‌تر بینید، شاید راه حلش قطع رابطه نه چیزی دیگر است. سوال دیگر، اگر ما زنها به تعزیه یا جنازه میت رفتیم باید چیکار کنیم؟ و راست است که در خانه که میت خواب است روحش تاب خورده می استد. درباره اینکه در آن خانه روح تاب خورده می استد من یگان دلیل نمیدانم. عالم روح عالم کاملا غیب است که پیامبر صلی الله علیه و سلم و نه در قرآن نه در حدیث درباره‌اش زیاد به ما خبر نشده است. همین رو میدانیم که چگونه که در دنیا زندگی من و شما متفاوت است، همه زندگی از هم دیگر فرق کننده داریم. عالمی روح هم همین گونه هست، چگونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم هم در خواب هم شب معراج میبینند، گروه در قبر نماز میخواندند، گروه در قبر عذاب میکشیدند، گروه در آسمان هفتم، گروه الکی در جنت. یعنی این چیز مسئله هست که هر کس به عملهای خودش نگاه کرده، پروردگار برای او جای را آماده کرده است که ربنا توفنا مسلما و الحقنا بالصالحین. باید دعا کنیم که خدایا جان ما را طور بگیر که ما مسلمان باشیم و مایان را به صالحان پیوست کن که پس از مرگمان هم نشین ما شخصان صالح پیامبران و شهدا باشد. اما درباره ما به تعزیه رفتیم چیکار میکنیم؟ به تعزیه وقتی رفتید به آنها تعزیه بیان میکنید، خداوند میت شما را یا آنی که از دست دادید گناهایش را ببخشد، به شما اجر و ثواب بدهد. مرگ پایان زندگی نیست، پس از مرگ حیات جاودان است. یعنی به او تسلیت میدید و عجبا که در ما به جای تسلیت دادن خیلی زیاد رفته. بعضی من خردسال بودم، خردکک بودم، نمیدونم 14 ساله باشم وقتی پدرم وفات کرده بودن. بعضی خداوند رحمتشان کند، بعضی پیرزن‌های همسایه که همه دیگر رفتن پی هم اومده به جای تسلیت دادن میگفتن دخترم با صدای بلند گریه کن، محبت خود را به پدرت در اینجا اعلام کن. سبحان الله، به جای تسلیت آنجا گویا شما رو به یک صحنه خودنمایی و به یک صحنه هنرمندی دعوت میکنن که این هم البته از سببی از علم و از شریعت دور شدن ما بود. سوال دیگر، استاد ما در خانه‌مان یک چند کتاب‌های اسلامی یافتیم اما آن را نمی‌خوانیم. سوزاندن ممکن است چون که در مسجدها شاید قبول نکنند. مادامی که از آن کتاب‌ها استفاده برده می‌شود نسوزانید، شاید گنجینه‌های بی‌بهای باشد که انسان‌ها به خاطر یک یک کتاب دنیا پول صرف می‌کنند. ببینید که استفاده کرده می‌شود یا نه. اگر استفاده کرده شود در جای نگه دارید. البته که
برای آن کتاب خواننده پیدا می شود. اما گفتید نه خیلی حالشان تباه است، علاجی از آنها استفاده کردن نیست. در اینجا می توانید سوزانید، زیر خاک کنید در که این برای زیر پا نشدن است و گناهکار نمی شوید به اذن الله. من صاحب 3 پسر و 1 دختر هستم. فرزندانم 16، 14، 10 و 5 ساله هستند. به یگان تای آنها من عقیقه کردگی نیستم. می شود برای پسرهایم 1 تاگ گوسفند کشم یا اینکه البته 2 تا. در عقیقه بهترینش 2 تا گوسفند کشتن است و اگرچه کلان شده باشند هم عقیقه را کنید. بهترینش همین است، از شبهه ها بیرون می شوید. البته عقیقه در 7 روزگی، 14 روزگی، 21 روزگی است مشروعیتش، اما از روی جهل و نادانی بود یا از روی شرایط نداشتن بود. بعضی از علما تا آخر عمر برای حتی خودت عقیقه کردن را هم مستحب میگویند. می توانید بکنید. گفتید شرایط ندارم، ان شاءالله 1 گوسفند هم می شود، اما شرایط داشته باشید. بهترین است که 2 تای گوسفند یا 1 گاو که از نامی 7 کس می شود. 1 گاو را هم می توانید بکشید مادامی که 1 دختر است کاملا می شده است، یعنی 2 از نامی فرزندانتان 1 تا گاو کشته می توانید. و خواهش میکنم درباره نام های دخترها و پسرها به من سوال ندید خواهرها اینجا یا عزیزانی که در افیر هستید، برای اینکه اینجا سوال های دینی هست، سوال هایی که نامی فلانی معنایش چی است، اینها نیست سوال. دختری من 9 ساله است اما قرآن را آموخته است. من و شوهرم می توانیم از دخترمون آموزیم. چی مشکلی دارد؟ اگه مشکل ندارد از کودکتان آموزید. بهتری می شود حرفها رو به شما یاد دهد. استاد خورد کلان ندارد. هر سوال دیگر، هر پگاهی بعد از نماز بامداد حتما سوره یاسین خواندن شرط است یا دیگر سوره ها رو خوانیم می شود؟ هر روز ختممان رو هم خوانیم هم می شود. در یگان جا آمده است که شما هر روز باید یاسین رو خوانید. در یگان جا آمده است که بعد از هر نماز شما باید یاسین رو خوانید و نخواندید گناهکار می شوید. وجود ندارد. هر یک مسلمان باید ورد خود را داشته باشد، یعنی جزء از قرآن را هر روز ختم کند و کاش آن ختمش با تدبر و تفکر و چی خوانده می استد آنها رو فهمیده باشد. خصوصا که بعضی برادرها الله حفظشان کند الان تفسیری آسان بیان یا بعضی تفسیرهای اینقدر مفصل نباشد هم حداقل معنای بعضی آیات ها رو فهمیده می شده آماده کرده هستند. کاش برابر ختمتان 1 مقدار از کلام پروردگار هم با خبر می شدیم. بعضا نماز بامدادم قضا می شود، لیکن من قصدن نمی کنم. چیکار کنم که نمازم قضا نشود؟ در بعضی حالت ها در بامداد خوابم برده می ماند، دلم خیلی ضیق می شود. خواهر عزیزم، نماز قضا شدن در همه انسان ها هست. شیطان وسوسه تان نکند که نمازت رو قضا میکنی بهترش نخوان، برای اینکه همین گونه گپ هم هست. بعضی ها میگن از الا نماز بودن یعنی بعضی نماز ها رو ترک کردن، کلا نماز نخوانی بهتر، که کلا گپی خطا هست. انسان ها بعضا قضا کنن هم باز به پای خود می ایستن. شما توکل به الله، اصلا نماز رو یعنی یکی ترک کردم گویان امید نشوید. خداوند بخشنده مهربان است. در زمان پیامبر هم بار نماز بامداد حتی از پیامبر و از صحابه ها قضا شده بود که بعد از آفتاب برآمدن با قامت و با اذان خوانده بودن. حدیث در بخاری هست. بعضی اگر قضا می شود این است، خصوصا در این گرمای تابستان که شبها کوتاه هست، ان شاء الله بخیر است. ولی حرکت کنید که شب بر وقتتر خواب کنید، یا یگان روی چوره از یگان نفری که خیلی همراهش نزدیک هستید به من زنگ زن در بامداد بیدار کن گویان طلب کنید. اما وقتی که خوابتان برد بیدار شدید همون لحظه نماز رو بخوانید و حاشا که شیطان وسوسه تان کند که از اینکه نماز ها رو قضا میکنی بهترش نماز نخوان. در نماز 4 رکعته بعضا در 2 رکعت ناگهان بعد اتحیات صلوات رو خوانده میمانم و به یادم میرسد دوام نماز رو میخوانم و در آخر سجده سهو میکنم. درست است یا نه؟ نمازتان درست است؟ اتحیات رو تا آخرش خواندید، سنت رو ترک کردید که با سجده سهو انشاءالله جبران میشود. نمازتان درست است. من دخترکم رو از 7 سالگی نماز یاد دادم و بعداً خواندن قرآن رو یاد دادم. اما چیکار کنیم؟ همین قدر میگویم نمازت رو ترک نکن. گاه میخواند، گاهی
نه آیا من گناهکار میشوم؟ گناهکار نمیشوید مادامی که شما همیشه نمازت را خوان میگویید. و اگر کودک میده است، خواه و ناخواه کودکان با گفتن و تکرار کردن بعداً عادت میشوند. همین KFC گوشت مرغ را از دیگر جای می آورند، از دولتی غیر مسلمانی. آیا اینقدر آدم ها می روند و می خورند؟ آیا اون گوشت حلال است؟ البته که حلال نیست، مادامی که شما میگید از دیگر دولت می آورند و معلوم نیست که با بسم الله کشته شده است یا نه، خصوصا اگر در دولت های اروپا و روسیه باشید، نمیدونید که گوشت از کجا کشته شده است. در بعضی دولت های مسلمانی مصر و ترکیه و امارات و اینجا در KFC می نویسند که ما سرتیفیکت حلال داریم، والله اعلم. ولی برای مسلمان فرض است که از حرام خوردن خود را نگه دارد. ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه میگوید الله، اصلا چیزی که به بسم الله کشته شده است حتی مرغ باشد هم نخورید. برای همین مسلمان باید در این مسئله تقوا را پیشه کند. در راه باشی وقتی نماز شد در جایت نماز خوانی می شود، فرض باشد بهترینش این است که یک علاج کنید، ایستید و نماز را خوانید، اما گفتید چاره نیست، بعد در راه خوانید هم اومده در خانه پر خوانید بهترین می شود، یعنی از شبهه ها دور می شوید، مادامی که همون روز برگشته می توانید. اما گفتید نه ما چند روز در راهیم، علاج در جای ایستادن نیست، در اینجا فاتقوا الله ما استطعتم، به قدر توانتان تقوا را پیشه کنید. استاذه دختر من تا صنف 2 در مکتب رویمال میکرد، حالا که صنف 3 گذشت در مکتب رویمال کردن را دوام دهد و در جایهای جمعیتی سطر کند جایز است؟ سطر کردن چرا جایز نیست؟ یاد میگیرد، اگر با که ندارد سطر نکند یا سطر کند. سطر کند اگر باشد البته جایز است. استاذه من در 3 فرزندهایم در وقت حامله و شیردهی روزه ها را نداشتگی میتوانم پول قضاگی را تیم. حاضر با حامله دار هستم یا روزه ها را داشته میتیم. در نزد جمهور علما هر زنی که میداند که پس از شیردهی برای او فرصت است که قضاش را بگیرد، او کفاره نمیدهد، او قضاش را میگیرد. کفاره برای زنهایی هست که آنها تمام عمر به خود دیگر باوری ندارند که روزه گرفته میتوانند به سبب بیماری یا به سبب پای در پای حاملگی و چیزهای دیگر. مادامی که شما باوری دارید که انشالله پس از مدت از شیر هم کودک را میبرارید و شرایطتان میشود، باید که قضاها را همش را بگیرید. من زنی خانشین هستم، قرآن را میخوانم اما نمیدانم خطاگی دارم یا نه. میتوانم به کسی که نمیتواند خونده یاد دهم تا قدر توان؟ حرفا رو یاد دهید، قرآن رو نه. مادامی که قرآن رو خطا میخوانید یا صحیح میخوانید نمیدانید البته یاد ندهید، یعنی با خطا یاد دادن به یک نفر راه نشان داده نمیشود، اما فقط حرفا رو میتوانید یاد دهید. من فرزندانم را از خرده حرف قرآن را تعلیم دادم اما میل خواندن ندارند، با کدام را قرآن را یاد دهم؟ فهمونید با زبان زدن هم کار گرفتم اما میل خواندن ندارند. خواهر عزیزم، ما در یک زمانی فتنه زندگی داریم، خصوصا بعد از اینکه این تلفن های نوبسامان به خانه های ما راه یافتند. نه هر کودک برای خواندن، حتی نه هر پدر و مادر برای خواندن گردن میدهد و این چیز یعنی حتما از شما مجاهده میخواهد، حتما از شما حرکت میخواهد. اگر شما خودتان در وقتش قرآن خوانید، خواه و نخواه تاثیر قرآن خواندن شما به اونها میرسد و پدرش هم اگر قرآن خواند. ببینید بعضی فرزندان را با فقط هدیه دادن و تحفه دادن میتوانید قرآن خوان کنید، یعنی پس از هر یک مقدار قرآنی که خواندی برایت هدیه میگیرم. بعضی رو با قهر شدن و تهدید کردن که من دیگر با تو صحبت نمیکنم اگر درس نخوانی. یعنی هر یک مادر باید روانشناس فرزندان خودش باشد که با کدام رو. اما همچون مادر رو از روی تجربه من به شما میگویم که در همین زمان تقریبا کودک وجود ندارد که بسم الله گوید و نشیند به سر قرآنش، نشیند به سر کتابش، با جنگ و با داد و فغان بعدن بچه ها درس میخوانند. آن هم به سبب یکم خود ما که ما دیگر میل به خواندن نداریم، در دست مادرها هم صبح و شام فقط تلفن است، دیگره به سبب خود تلفن ها که کودک ها در آن خیلی با بازی ها ذوقمند می شوند. ولی راهش رو باید هر مادر بداند که آیا با خیلی گفتم آنها رو تشویق کردن یا با یگان تهدید یا چاره دیگری هست. خسور من مرا
با جادوگری متهم کرد، مرا از خانه پیش کرد. من 1 سال می شود او را سلام می دهم، وی با من قهر است. آیا من هم گناهکار حساب می خورم؟ خیلی سوال ببخشید از منطق دور است. وقتی که وی با شما گپ نمیزنه، شما چرا گناهکار می شوید؟ شما که قهری نیستید. هم او شما را تهمت کرد، هم با شما صحبت نمی کند، هم با شما میگه آیا من گناهکارم؟ که یعنی سوال از منطق خیلی دور است. سوال دیگر، موی سر را به جوگی ها فروختن جایز است یا نه؟ و آیا در عوض مو یگان سود گرفتن ممکن است؟ درست نیست. موی سرتان آن اعضای بدن شما هست، آن احترام دارد و آن را باید گور کرده شود. به جوگی ها فروختن که آن هم آنها میبرند پریک میسازن یا چیز دیگر که خودی پریک در شریعت ممکن نیست، جایز نیست. در وقت خواب کردن با شکم خواب کنی گناه هست یا نه؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم، حدیث ابو هریره هست در سنن ترمذی و مسند امام احمد است که وقتی که میبینن که صحابه در مسجد با شکم خواب میروند، میگویند این نمود خواب را الله بد میبیند، یا این نمود خواب رفتن خواب اهل دوزخ است. برای همین با شکم تا ضرور نباشد خواب نکنید. با شکم تا ضرور نباشد خواب نکنید. و سنت این است که در وقت خواب رفتن با طرف راست خواب میکنید که به سلامتی هم به گردش خون هم خیلی فایده دارد. بعد میت رو 1 دقیقه. ببخشید سوال دیگر، بعد میت رو به قبر گذاشتن یا 1 روز از او حتما سوره ملک رو میخوانند، این یگان اساس دارد یا اینکه نه؟ میت رو بعد از به قبر ماندن سوره ملک یا تبارک رو خوانید، گفته دلیل نمیدانم. فقط همین حدیث است که در سنن ترمذی بود خطا نکنم که سوره که 30 آیت دارد، اون هم تبارک الذی هست، وقتی که هر شب بعد از خفتن خوانده می شود، صاحبش را از عذاب قبر نجات می دهد. یعنی برای مردن نیو برای خودتان می خواند که خدایا این سوره سبب شود که من از عذاب قبر نجات یابم. اما حتما برای مرده این سوره را خوانید، دلیل نیست. برای مرده دعا میکنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای برادرتان دعا کنید و شما شاهد هستید در روی زمین برای او ثناهای خیر گوید گفتگی هستند، اما سوره ملک را حتما برای مرده بخوانید، دلیل نیست. از تلفن ختم کردن کتاب قرآن پروگرامش هست، ثواب دارد؟ یعنی البته ثواب دارد. مقصد از قرآن خواندن به کاغذ دست دادن نیست، مقصد کلام الله رو خواندن است. کلام الله رو از تلفن میخوانید، از کامپیوتر میخوانید، از خود مصحف میخوانید، همش هم انشاءالله حرف به حرف ثواب دارد. معلمه جان، نماز جمعه رو در خانه تنها خانه ممکن است؟ البته ممکن نیست. نماز جمعه خودش نمازی هست که در جمعیت خوانده می شود، با جماعت در مسجد بزرگ. آنهایی که مسجد ندارند از آنها ساقط می شود و فقط نماز پیشین می خوانند. وقتی شما مسافر هستید یا در جای هستید که مسجد جامع بزرگ وجود ندارد، شما نماز پیشین می خوانید و نماز جمعه از شما ساقط می شود. نماز ویتر واجب قضا خوانده می شود، در نزد جمهور علما قضا خوانده می شود. نماز ویتر را اگر قضا کردید روزش می خوانید. و حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم سنت پیشین را که باره به خاطر وفد یا گروهی که آمده بود نمی خوانند، بعد از عصر می خوانند. معلمه جان، شوهرم از بانک قرضدار هست، آیا ما نان حلال میخوریم؟ ماشین گرفتگیان و با آن کار میکنن، التماس جواب دهید. من به شما نان حرام میخورید از اینجا گفته نمیتوانم، اما ماشینی که از بانک با قرض پرسنتی میگیرید، این کار گناهی کبیر است. این همون پرسنت هست که الله گیرنده‌اش و دهنده‌اش را لعنت کرده است. اگر با شوهرت عمره روی، مهمانخانه را جدا گیری ممکن است؟ چی باکی دارد؟ اگه مشکل ندارد مادامی که زن و شوهر به این راضی هستید. پیامبر الله صلی الله علیه و سلم با زنان همسایه ها چگونه مناسبت داشتند؟ سلام میدادند، رفت و آمد داشتند. پیامبر صلی الله علیه و سلم مخصوص با زنها روز پنجشنبه درس داشتند که آن هم در صحیح بخاری هست.
و این رو بدونیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم مثل مردهای عادی نبودند و زنها برای سوال دادن می آمدند. سلام دادن پیامبر به زنها هست، سوال دادن زنها از پیامبر است، چون که پیامبر بودند و مرد و زن نامحرم در حدود ضرورت با هم می توانند سوال جواب کنند، اما غیر از این بیهوده و بهوده صحبت کردن ممکن نیست. کرته زن مسلمان تا چه اندازه باید دراز باشد؟ کرته زن مسلمان باید تا بجلکی پایش باشد. اگر از آن هم درازتر شد باکی ندارد، اما پیامبر صلی الله علیه و سلم تقریبا یک وجب گفتگی هستن از آن زیاد نکنید که می افتید. اما کرته رو دراز پوشیده مقصد از آن کبر و غرور و راه رفتن ها دیگرگونه باشد. آن کرته به جای به شما ثواب آوردن لباس خیالا یا لباس اهل کبر می شود. برای همین کرته دراز رو به خاطر تقوا باید پوشید و اگر به زمین رسد هم زن مسلمان کرتهش گناهگار نمی شود، یکی به نجاست رسید خاک آن را پاک می کند. ولی چه خیلی گفتم کرته دراز رو برای کبر وقتی پوشیدید و بعد از پوشیدن راه روی دیگر شد، این الکی به جای ثواب گناه می شود. و زن مسلمان تا می تواند باید لباس خاکسارانه پوشد. ولا یبدین زینتهن، میگوید الله زیب و زینت خود را حتی لباس های بیرونی باشد هم نباید در بیرون نمایان کند. استاذ جان، بخشش برای سوال میخواهم بدانم شما چند فرزند دارید؟ بخشش زیاد گویا که همین فرزندها هستند که ما از پشت نگاه و بین آنها به طلب علم نمیرسیم. خواهر عزیزم، من الحمدلله تمام طالب علمی هم همراه فرزندانم گذشتگی هست و تقریبا تا امروز الحمدلله یکم بار فرزندان سببی پیش راهی علم رو گرفتن نشدن و 5 تا فرزند دارم، کلانه 1 پسر و 4 دختر که خردککم هنوز 1 ساله نیست. پروردگار فرزندان ما رو هم و شما رو هم نگهبان باشد و خیلی فخر میکنم با شاگردانی که خواهران عزیزی که همراه من در درس‌های عربی هستند، در درس‌های تفسیر و عقیده هستند. بعضیشون حتی 8 فرزند دارند، بعضیشون 6 تا فرزند دارند. اصلا فرزند سبب پیشروی آنها، سبب عبادت های آنها که طلب علم خودش عبادت است نشده است. و اینجا طلب علم بعضی ها هیچ فرزند ندارند، حتی شوهر هم ندارند و هیچ خوانده نمیتوانند. بعضی ها هم شوهر و هم فرزند زیاد، هم خانه و در و حتی کار هم میکنند و باز برای طلب علم وقت پیدا میکنند. یکم توفیق از طرف پروردگار، دوم کوشش های شما که هرچی کوشش کردید الله برایتان نصیب میکند. معلمه جان، من بعضا در وقت نماز خواندنم خوابم میبرد، به زور چشمام گشاده نمازم را میخوانم. نمازم را در نزد الله قبول می شود. قبول عمل ها در نزد الله این مسئله غیب است و این مسلمه نور محمدی حق ندارد که جواب دهد که کی را کدام عملش قبول است یا نه. این را یگانه الله میداند. اما خواب بردن در نماز نشانه تنبلی هست، نشانه این است که شما خشوع ندارید و یعنی آیا می شود شما با رئیس یگان شهر روخوری کنید و خوابتون برد؟ وقتی که خوب یا گفتید اگر خیلی خسته میشم یکان نیم ساعت استراحت کنید بعد نماز خونید، اما گفتید نه همیشه چشمان من پوشیده میشود، اینجا مشکلی در خشوع هست، مشکلی در وسوسه شیطان است که در نماز شما رو به دامش میگیرد. که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن وقتی در درون نماز شما خمیازه کشیدید و آها گفتید شیطان خیلی برایتان خنده میکند، یعنی مسخره میشوید. درباره به تجوید خواندن قرآن میپرسند. به تجوید پیشتر هم جواب داده بودیم که علم تجوید در مسئله مخرج حرف ها یا مسئله مد و حرکت ها دانستنش فرض است. شما حرف ها رو خطا تلفظ کردید معنای قرآن بیرون می شود، اما اخفا و ادغام و اینها رو یکی نکنید هم معنای قرآن دیگر نمی شود. و بارها گفتیم و باز میگوییم که علم تجوید در 1 ماه تمام می شود اگر شما کمر ببندید و اینقدر علمی واهمه یا ترسناک هم نیست. به جای فتوا گفتن که من به تجوید قرآن خوانم بیایید دست به کار شویم و به خاطر ثواب قرآن که خواننده قرآن در قیامت بالای دیگر بنده هاست و خود قرآن الا بذکر الله تطمئن القلوب میگوید الله بالاترین ذکر از قلب ها آرام می شود. برای قرآنمان را عبادتمان را به درستی انجام دادن بیایید برای آموختنش حرکت کنیم، این سو آن سو فتوا نکوبیم.
معلمه در تلفن عکس گیری گناه هست، خودت یا فرزندانت را عکس ها رو به خانه ها کارتینگ کرده کشاو کردن، عکس های صورتی انسان و حیوان جاندار ممکن نیست، اما در تلفن ان شاء الله که بوکی ندارد مادامی که برای خاطر آن را گرفتید. سوال دیگر استاد جان، چیکار کنم که از غضب الله دور باشیم و به رضایتش رسیم؟ غضب الله الا انهم الله محارمه میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم، غضب الله حرام کرده های الله هست. چقدر که به حرام کرده های الله دست زدیم و حتی نزدیک شدیم که الله میگه زنا نکنید، نه ولا تقربوا زنا ولا تقربوا مال الیتیم، میگه تو نزدیکی نکنید به گناه. چقدر که ما به حرام نزدیک شدیم، آمیخته شدیم، همون قدر به غضب الله آمیخته میشویم. و چقدر که ما از گناه تقوا کردیم، خود را نگه داشتیم و به عبادت، یعنی هر چیزی که الله دوست می‌دارد انجام دادیم، ما ان شاء الله به رضایت الله نائل میشویم. سوال دیگر استاد جان، کفران نعمت رو معنایش چی است؟ سوال خیلی خوب است. کفران نعمت معنایش این است که نعمتی که الله به تو داد آن را ندیده میگیری و نعمتی که الله به تو داد برای تشکر کردن کمبودی آن را میکوبی. و الله میگوید و استأذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. و پروردگار شما اعلان میکند که اگر شما شکرگزار باشید پروردگار به شما زیاده میکند و اگر شما کفران نعمت کردید، ناشکری کردید، برای شما عذاب دردناک است. و تقریبا تمامی مشکلی هایی که ما در خانه داریم با شوهر خود، با خویش و تبار خود، مشکلی هایی که با دوستان داریم، مشکلی هایی که بین من و بین پروردگار هست، مشکلی ناشکری ما. یک مصیبت سرمون می آید، دیگر گویا که در تمام عمر هیچ خیر خوبی ندیدیم و این شکایت میکنیم و اون شکایت میکنیم، فراموش میکنیم که ما غرق نعمت الله هستیم. ما غرق نعمت الله هستیم، ولی به خاطر همون یک مصیبت تمام عمرمون گویا که ما در مشکلی بودیم و سببی با دوستان قهر شدن هم همون قدر ندانی هست. قدر ناشناسی هم از ناشکری می شود، از ناسپاسی می شود. و نزدیکی یک کتاب عجیب خوانده بودم، معجزه شکرگزاری. توصیه میکنم که همگی گوش کنید، آن چیش هم هست صدایی یا که کتابی صوتی با زبان فارسی هم هست، با زبانی قطع نکنم روسی هم هست، با زبان انگلیسی هم هست. معجزه شکرگزاری که آنجا نوشته شده است که هر کسی که موفق هست در دنیا، من دیدم که آنها شکرگزار هستند، چی در زبور و چی در تورات، چی در انجیل و چی در قرآن محمد صلی الله علیه و سلم الله اعلان میکند که شکر کنید من زیاده کنم. و مشکل این است که ما در یک عصر ناشکری هستیم، یعنی خیلی گفتم داده های الله را فراموش میکنیم و به کسلی ناشکری گویا گرفتاریم که همیشه از پی نداشته‌مان هستیم. یعنی چی ندارم، فلانی خصوصا در کسی چیزی رو دیدیم، فلانی دارد من ندارم، با همین جنگ و جنجال ها ناشکری زیاد می شود. اما وقتی خدایا برای فرزندهای دادت شکر، برای سلامتی دادت شکر، برای برده نانی که با اون شکم من سر می شود شکر، وقتی که شکر را زیاد کردیم این وعده الله هست لازیدنکم، یعنی شکر زیاده میکند نعمت های پروردگار را. و کفران نعمت این است که با نعمتی که الله به تو داده است آن را به گناه استفاده میکنی، نعمتی که الله به تو داده است آن را ندیده میگیری، برعکس از بعض نعمت های الله شکایت میکنی که چرا به فلانی این را دادی و به من این را دادی، که البته این ناسپاسی سبب میشود که خداوند هر چیزی که داده است آن را هم گیرد. و من خودم هم شخصا شاهد هستم، همیشه شکرگزاران دست پر دارند و همیشه آنهایی که شکایت میکنن از کمبغلی و کمی و نقصانی، تقریبا در چهره هاشان هم آثار آن ناشکری همیشه دیده میشود. خدایا ما را از جمله شکرگزاران گرداند. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی و علی والدی. سبحان الله، دعای پیامبران بود، چه ابراهیم و چه محمد صلی الله علیه و سلم، چه سلیمان و چه داوود، که خدایا به من توفیق بده، به من نصیب کن که من از بنده های باشم که نعمت های تو را قدردانی کنم، سپاسگزاری کنم به نعمت هایی که به ما دادی. و تقریبا اکثریت بیماری های روانی
غم و غصه، افسردگی از همان ناشکری هایمان هست که شیطان با راه ناشکری داخل می شود. آخر از فلانی چی کم داری که او دارد و تو نداری؟ چرا شوهری او این گونه خوب است و تو شوهری بد داری؟ یعنی همیشه از راه ناشکری به ما داخل می شود. لعنت الله باد بر شیطان و پیروانش و ما فراموش می کنیم که در غرق نعمت هستیم و آن رو فراموش کردیم یا ندیده می گیریم. سوال دیگر استاذه جان، در چند جای قرآن در برابر مصیبت صبر گفتگی هست؟ میفهماندید چه خیلی صبر کنیم که درست باشد؟ من با شمار نمیدانم، چیزی که نمیدانم اینجا میگویم که خداوند در چند جا صبر و گفتگی هست و در چند جا برابر آن کشایش گفتگی هست، ولی هر جایی که صبر ذکر می شود الله ان الله لا یضیع اجر محسنین یا اینکه اجر الصابرین آمدگی است، یا اینکه واصبر و ما صبرک الا بالله میگوید الله صبر کن، صبر تو با توفیق الله می شود. و در سوره رعد الله میگوید والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه و یدرؤون بالحسنة السیئه. مؤمنانی که به خاطر الله صبر کردند، نماز رو برپای داشتند، صدقه کردند و به بدی ها به خوبی جواب دادند، به آنها روز قیامت گفته می شود سلام علیکم بما صبرتم، برای شما سلام است و سلام پروردگار بالای شما به خاطر صبرتان. و صبر در هر جایی که در قرآن آمده است، آن صبر به الله زیادتر رابطه ارتباط می شود. یعنی ما صبر کرده نمی توانیم به جز اینکه الله به ما صبر دهد، و آنی که الله به او صبر نمی دهد، صبر هم یک توفیق است، یک نعمت پروردگار است که باید دعا کنیم که پروردگار ما را از جمله صابران گردان. استاذه، اگر زن هنگام حیض با آموزش علم دینی مشغول باشد، با خواندن قرآن یا اینکه با نوشتن مشغول باشد، گناهگار می شود؟ خواندن قرآن فقط برای استاذه که استادان که شاگردان دیر نمانند و برای طالب علمان که درساشون خفا میماند اجازه میدهند. برای همین اگر طالب علم باشید به خاطر ویرد و ثواب نیو از درس نماندن انشاءالله قرآن خواندید بکنید، فقط دست نزنید، تقوا کنید. اما علم های دینی چی تفسیر و فقه و حدیث یگان باقی ندارد. مقاله های دینی شما رو از کجا یافته خوانیم؟ شما در شبکه های اجتماعی آیا می نویسید؟ الحمدلله رب العالمین به نزدیکی به کمک خواهر و برادران که الله حفظشان کنه در برمان هستند، ما یک سایت راه نور گشادیم. در آن سایت راه نور انشاءالله شما می توانید مقاله های ما رو پیدا کنید که حتی از چی هم فراورده می توانید، از پلی مارکت یا گفتیم اپ استور هم اون رو فراورده می توانید. در داخلش بعضی مقاله ها سوال و جواب و الله نصیب کند به نزدیکی بعضی کتاب هایی که با کمک شاگردان نوشتیم و بعضیش رو خودم پس از یک تنبلی به کار بردم. ان شاء الله در آنجا دریافت میکنید که الهی صدقه جاریه باشد و شما از آن استفاده کنید. یعنی در راه نور، سایت راه نور ان شاء الله از این به پس مقاله و کتاب های ما رو دریافت میکنید و شاید در بین ما انسان هایی باشند که دعاهایشان اجابت است. در حق ما دعا کنید که در راه الله باشیم. سوال دیگر در تاجیکستان در تاجیکستان رویمال را از پشت سر بندیم، کرته گریبانش بلند باشد و تمام جای سطر عورت پوشیده شود. آیا جایز است که همین طور حجاب کنیم و دانشگاه رویم یا کار کنیم؟ درباره حجاب من پیشتر هم گفته بودم، حجاب این سطر الله است و یگان قانون روی زمین کی باشد، هم چی رئیس باشد چی مرئوس باشد، نمیتواند
حجاب را از سر مردم بردارد و نمیتواند بر علیه حجاب بجنگد. هزار حجاب نیست گفتن هم باز میبینید که خانواده همون دشمنان حجاب اکثریتشان حجاب دار هستند. خواهرانی که حجاب دارید، دانشگاه میروید، جای کار میروید، من با خواهران اصلا میخواهم با مردها، با برادران، یعنی برادر همین خواهرها یا پدر همین خواهرها یا شوهر همین خواهرها یک مراجعت مستقیمانه کنم. عزیزان، عمر کوتاه است و مرگ شما، رزق شما، شرف شما، عزت شما به دست پروردگار است. وقتی الله شما را نگه می دارد، هیچ نفر نه عزت شما را گرفته می تواند، نه جان شما را، نه آبروی شما را. این وصیت پیامبر بود با عبدالله ابن عباس که کوچک بودن هنوز، که گفتند بدان اگر تمام دنیا جمع شود و به تو خواهد ضرر رساند، اگر الله نخواست به تو کسی ضرر رسانیده نمی تواند. و الله میگوید و توکل علی الحی الذی لا یموت، توکل کنید، بسپارید کارهای خودتان را به همان زنده و پاینده که اصلا نمی میرد. کجا می رود غیرت توی برادر وقت زنی تو را، خواهری تو را، دو کودکی که آنها سن سال بالا ندارند، فقط یک شبکچه دارند و یک فرمچه دارند، با دو بینکه بترسانند و بگویند حجاب نپوش، سرت را کش، گردنت را کش. و نزد الله به چی می روید؟ چی می گوید به الله؟ من بیچاره بودم، من از مرگ ترسیدم، من مستضعف بودم. سبحان الله، باید به خود آمد. نخود یک برادر تاجیک که تاجیکان اگر به تاریخشان نگاه کنیم، اون شاهنامه‌ای که در آن همیشه از رستم و از سهراب و از نمیدانم دیگرها گپ می رود، ما رو بالایمون خطایی نه، ما رو بالایمون یک روز نه، خودی تاجیک خودمون، شاید خاله بچه خودمون، شاید همسایه خودمون، نخود بیاید بگوید دخترت رومالش را کشد و تو هم سرت خم باشد، نخود بگوید زن تو به دانشگاه نآید باشد یا کار نکن. خیر کار گفتیم می توانیم ترک کنیم، اما مسئله تعلیم الان مثل آب و هوا لازم است. برادرها یکم باید شجاعت داشته باشیم، غیرت داشته باشید. من نمیگم علنی جنگ اعلان کنید، به الله قسم 3 نفر شما، 1 نفری همون آنهایی که بر ضد حجاب می جنگند، اگر در خلوت گفتید که قدم هایت را دانسته بیمان، اون خواهر من است، به خاطر خواهرم من جانم رو میدهم، اون دیگر میرود و ببخشید شیمش رو تر میکند. آخر نخود تو درجه بیایم که خواهر رو سوار دهند که رومال مرا میکشد، من چیکار کنم؟ برادرت کجا عزیزم؟ اگر گفتید من چاره ندارم پس هجرت کنید. الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها. الله میگوید والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنه ولأجر الاخره اکبر لو كانوا یعلمون. آنهایی که به خاطر الله بعد از اینکه ظلم دیدن، دین خود را پایدار نگاه نداشتن، هجرت میکنن، وعده میدهیم که در دنیا آنها زندگی خوبی را صاحب خواهند بود، اما اجر آخرت باز بزرگتر است. کاش شما میدانستید. یعنی خواهر که نمیتوانی حجابت رو که فرض است در داخل کشور که به نام 98% مسلمان است نگاهداری، برایت فرض است که هجرت کنی. و من باز میگویم که پروردگار، ما چی کار میکنیم با این مردهایی که خواهرش رو حجابش رو میکشد، او باشد هیچ کاری نمیکند که یک جای کارم رو از من میگیرن، یک معاشم رو از من میگیرن، یک چیز دیگری که ما با این چهره ترسانچکی نزد خداوند چه جواب خواهیم گفت؟ اصلا نمیگویم برایتان فتوا هست که شما روی مالتان رو کشید، گریباندار پوشید، از پشت شبکچه پوشید، چیز دیگر اصلا نمیگویم. وقتی حجابت رو نمیتوانی نگهداری، فرض است که دولتت رو ترک کنی. برای تو هجرت فرض است. زمین الله وسیع است، نگوید که کجا روم. زمین الله وسیع است و وعده الله هست لنبوئنهم فی الدنیا حسنه. در دنیا برای شما ما زندگی بهتر رو نصیب میکنیم اگر به خاطر دینتان فقط شما زمین خود را ترک کردید. معلمه جان، دعاهایی که در ورق نوشتیم و از یاد کردیم، ورقها رو سوزانیم، به پرتایم گناه هست؟ گناه نیست انشاءالله. وقتی که سوزاندید، وقتی که سوزانیدید و خاکستر شد، بعد از خاکستر شدن و دیگر ورق نیست، اما گفتید که می سوزانم و باز می گرانم، بهتر است. آخری وقتی هر نماز رو می گفتید، خصوصا بامداد رو، همین که آفتاب با برآمدن یا به طلوع کردن شروع کرد، دیگر آخری وقتی نماز می شود. یعنی همین که دیدید آفتاب به طلوع کردن شروع کرد که این رو شروق می گوین، الان
تقریبا در اینترنت های هم نشان میدهد وقتی نماز تمام می شود و تمام شدن وقت های نماز را ما با ساعت نه، با آفتاب و با تاریکی کاملا فرا گرفتن و روشنایی فرا گرفتن می بینیم، نه اینکه با ساعت. استاد جان دعای مظلوم میگویند. مظلوم کی ها را میگویند؟ مظلوم همان نفری هست که بالایش ظلم کردن و او قدرت انتقام گرفتن ندارد مظلوم همانه هست. شما کسی بالای شما ظلم کرد، چیزتان رو گرفت، آبروی شما را زیر پا کرد، تهمت کرد، شما هم می توانید حقتان را از آن ستانید، شما مظلوم نیستید. اما آن چنان قوی هست که شما هیچ حقتان را از او گرفته نمی توانید. او صاحب قوت است، او صاحب سلاح است. در اینجا شما مظلوم حساب می شوید. و حدیث قدسی هست که پروردگار قسم می خورد که اگرچه پس از مدت باشد هر یک مظلوم را الله نصرت می دهد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند اتقوا دعوت المظلوم فانه لیس بینه و بین الله ترجمان. شما از دعای مظلوم بترسید، بین الله و بین آن بنده مظلوم هیچ پرده ترجمان وجود ندارد. دعاها راست مستقیما اجابت می شود. و عجیبش این است عزیزان که همیشه می گویم همین را که ما اکثریت ظلم را از نزدیکان خود می بینیم. وقتی به اهل غزه فکر می کنی، غزه هر ظلمی که می بیند امروز از دست یهودان است، لعنت الله بالایشان باد. و مثلا بیرمه رو میبینی، مسلمان ها از دست بت پرستان اذیت میشوند. ترکستان شرقی رو میبینی، مسلمان ها از دست بت پرستان خطای و کمونیست اذیت میشوند. مایان در داخل وطن از برادران خود، در داخل خانه خود از پدر و از مادر و از پدر شوهر و مادر شوهر خود ظلم میبینیم. عجیبش این است خانه نیست که مظلوم در آن وجود نداشته باشد. خانه نیست که یا فرزند مظلوم است، یا عروس مظلوم است، یا مادر مظلوم است، یا پدر مظلوم است. شاید این ما که اینقدر به ظلم عادت کردیم دارد بالای ما ظلم بالای هم می آید. و اتقوا دعوت المظلوم، اگرچه فرزندت باشد از ظلم مظلوم بترس که اگر آهی از قلب او برآمد راست در نزد پروردگار اجابت می شود و مصیبت اون رب العالمین سرت می آرد که از آن جای گریزه نیست. وقت به مانند شمشیر است گفتگی حدیث بود است. معنیش چی است؟ من حدیث را نمیدانم، یک مقال یا که ضرب المثل عرب ها هست. الوقت کالسیف ان لم تقطعه یقطعک. همین خیلی از خطا نکنم. میگن وقت مانند شمشیر است، اگر تو آن را نبریدی آن تو را میبرد. یعنی اگر تو وقت رو استفاده نکردی وقت تو رو استفاده میکند. و باید مسلمان علل خصوص در این زمانی که وقت در حقیقت خیلی زود مانند لحظات دارد سپری میشود هرچی میتواند از وقت استفاده کند. استاد جان به زن مسلمان ساعت، انگشتر، کراسوفکه و سمکه کیفت گرفتن ممکن است؟ برای زن مسلمان هر چیزی که خودنمایی هست، زیب و زینت است ممکن نیست. ساعت رو برای وقت شما گرفتید و خودنمایی هم نمی کنید، ممکن نیست برای وقت گرفتید. کراسوفکه یعنی پای افضالی هست که پوشیدنش خیلی ملایم است و از وی پشنه بلند بعضی پای افضال ها برای سلامتی فایده دارد، پوشیدید بوکه ندارد. سمکه رو هم برای گرفتن تلفن و چیزهایتان گرفتید بوکه ندارد. انگشتر هم یک تا باشد برای زندن عادتی باشد. و من ینشأ فی حلیة و هو فی خصام غیر مبین میگوید الله زنها خودش زر و زیور رو دوست میدارن، اما کراسوفکه رو پوشیدید، ساعت های اپل رو کردید، راه روی هایتان گویا که دختر شاه خسرو راه می رود، نگاه هایتان گویا که شما دارید زمین رو زیر پا میکنید و آسمان رو میکوبید، یعنی زمین رو شکاف میکنید. این چیز حرام است. ولا تمشی فی الارض مرحا میگوید الله، در روی زمین کتک کنان یا متکبرانه راه نرو. زن مسلمان باید خاکسار هرچی باشد. و این چیزهایی که شما گفتید، نیت اگر خودنمایی باشد، نیت اگر که هستن همین خیلی خواهرها وقتی که در دستشان ساعتی کمی گرانتر است و لباسهایشان کمی فرق میکند، راه روی و نگاههایشان عموما متکبرانه هست.
سوال دیگر: بعد از تولد زیاده از 2 ماه گذشته است، چند روز که باز ویدلینی سیاه آمده ایستاده است اما به ماهانه مانند نیست. مادامی که میگید این به حیض مانند نیست، نفاس مانند نیست، حتما یک بار به نزد طبیب بروید. شاید باقی مانده چیزی هست که تازه نشده است و اگر گفت این یگان خیلی خونی نفاس نیست، شما نمازتان را شروع کنید که این بیماری هست. سوال دیگر: پدر آیا می تواند با ریزاگیش خانه و درش را در زنده بودنش میراث به دخترش دهد، در حالی که پسرانش نیت حولی و در و پدر را صاحب شدن دارند؟ عزیزان، میراث از چیزهای یا از فریضه های هست که الله آن را خودش تقسیم کرده است. یگان نفر در زنده بودن حق تقسیم میراثش را ندارد و مال و ملکی که از شما میراث میماند، یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین گفته الله در سوره نساء شروع میکند که میده تا نبیره ها تا خواهر و برادر الله تقسیم کرده است. البته وقتی که پسر و دختر هستند نبیره میراث نمیگیرد یا خواهر و برادر نمیگیرد، همیشه حق زن، حق پدر و مادر، حق فرزند ثابت است و الله این را تقسیم کرده است. و از الله بترسن آنهایی که هنوز از دنیا نرفته برای یک فرزند را خرسند کردن یا برای به دیگران ظلم کردن میراث را تقسیم میکنند. میراث را تقسیمش را الله به عهده گرفته است و خودش آن را میده مفصل تقسیم کرده است که باید این گونه تقسیم شود، مگر اینکه فرزندان گفتند ما هم راضییم که فلانی بگیرد، که در اینجا از حق خود گذشت حساب می شود. بعضی زنها از رکوع سر نبرداشته راست به سجده می روند. آیا چنین نماز درست است؟ درست نیست. از رکوع سر برداشتن این یکی از رکنها هست، یعنی باید کلا قامت شما راست شود، بعداً به سجده روید. یک بار از رکوع به سجده روید، اونجا قیام حاصل نمی شود، اگرچه بعضی فتوا در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه است. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی نماز را به صحابه یاد میدهند میگویند بعد از رکوع کاملا استخوان‌هایت را راست کن، بعداً به سجده رو. عزیزان، اینجا آخران سوال رو میگیرم برای آنکه هم وقت هم دیر شده ایستاده است و هم خیلی گفتم من کودکی هنوز 1 ساله نشده، میدچه دارم، صدایش از آنجا میبراید. میگویند استاذه جان وقت و روزم بی برکت هست، چیکار کنم که برکت آید؟ اولا چی چیز وقتی ما رو بی برکت میکند باید آن رو بدانیم و چی چیز بی برکت کرده ایستاده است. آیا تلفنمون، خواب زیادمون، خوردن زیادمون، گپ‌های بیهوده‌مون، یعنی چیزی که به بی برکتی وقت میبرد آن رو از بین ببرید. دوم خواندن نماز در وقت‌هایش، علل خصوص در اول وقتش، هر روزه یک ورد مخصوص، علل خصوص ذکری که بعد از بامداد خواب نرفته میکنید برکتی به روزتان میدهد که از هیچ جا این برکت رو یافته نمیتوانید. این بود عزیزان، کمی باشد هم سوال و جواب من همراه شما. الله نگهبان باشد که در این پخش مستقیم یا افیر با ما بودید و به قدر توان به بعضی سوالهایتان جواب دادم. هرچی درست بود از طرف پروردگار و با توفیق الله یگانه بود. یک چیزی رو خطا کردم از طرف خود من، دختر نور محمد بود که پروردگار ببخشد. شما رو دو پخش‌های مستقیم دیگر و پناه الله یگانه میسپارم که او امانت ها را ضایع نمی کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.